ایرادی باتری ماشینه. با دینامت میدونی چیه؟ ایراد خیلی ریز، خوب روشنایی چراغا نره، خوب کولر خنک نمیکنه و خیلی حتی سیستم صوتی ماشین، اونایی که سیستم ماشین دارن اکثرا نمیدونن یا چرا. بیا بریم رو کار دلیلش رو بهت بگم خرابیش واسه چیه. ببینید اکثرا ببینید سرباطی نها کن شله. خب ببینید زمانی شما رو دست انداز میرید یا اینکه تکون میخوره این باتری خب شارژ نمیکنه، دینامه بهش فشار میاد، یا این یکی ببینید در میاد. خب دیگه پس باعث میشه هم باتری خراب میشه هم دینامت و خوب خنک نمیکنه کولره. چرا؟ چون فن قدرت نداره، قشنگ قدرت نداره خنک کنه ماشینو و سیستم صوتی حتی چراغا و اونایی که لوازم جانبی مثل هدلایت و اینا دارن. حالا چیکار میکنیم؟ این جفت شله خب روی دست انداز پرت میشه بیرون. این دیگه 1000 تومان 4-5 تا دونه پیچ خودکار بخر، اینجوری قشنگ پیچ خودکارا رو به من سفتش کن، سفت. ببین کندم نمیشه، مثبت. ببین تموم که شد. اینم یه خورده گریس به همین حالت بزن روی سرباطی‌ها، شنگ روشونو گریسی کن. دیدید که بعضیا سولفات کردن، سولفات داشته باشه شل باشه خوب برق نمیده و جریان پیدا نمیکنه داخل خود کامپیوتر ماشین و سیم کشی ماشین. یه ایراد خیلی جزئی 10,000 تومان 5,000 تومان هم نمیشه. الان باتری چقدره؟ فکر کنم بالای 5 میلیونه. دینام چقدره؟ نزدیک 5 میلیونه. سیم کشی آتیش میگیره، باعث میشه به فشار سیم کشی بیاد، فن تو میسوزونه و خیلی جای دیگه. حتی سیستم صوتی، آمپلی، ساخت، ضبط، اینا خیلی از اینا بالا. بس دقت داشته باش، سرباطیات نباید سولفات کنیم، سرباطی نباید شل باشه. منفی ماشین باید تقویت باشه، تقویتش کنه و مثبت. یه برق خیلی خفنی بهت میده ماشین بازی عزیزمون. بس شما هم از این پست من آقا کم نذار، لایک و سیو شیر نره، شیرش هم کن به دوستان، مطمئنم به دردشون میخوره. از این سنگیر دستشون نمیذاره. دوستان اکسپلی هم دکمه فالو رو بزن، مقاومت نکن، پستای خفن برات میذارم. خیلی دوستتون دارم. تمام.